در میان انسان ها بر ضد این تفریقه هست و تفریقه باعث فتنه می شود و قرآن درباره فتنه میگه الفتنه اشد من القتل، از آدم کشی فتنه بدتر است. حالا اون که اسلام درباره آدم کشی چه مقامی برای اون انسان بیان میکند که یک جان را حفظ میکند، یک نفس را حفظ میکند. میگن من احیاها، کسی یک نفس را سبب میشد که اون حیات میبیند فکأنما احیا الناس جمیعا، او با عنوان ثواب میگیرد که گویا همه انسانیت را حیات بخشیده باشد. و من قتل نفسا، و کسی سبب میشود که نفس بمرد، نفس تلف میشود فکأنما قتل الناس جمیعا، گویا که همه انسانیت را به قتل رسانده باشد. نزد پروردگار همین قدر گناه میگیرد. همه اینها خلاف وحدتند و دین مبین اسلام و معلم دین صلی الله علیه وسلم بیان میکند بر یک پارچه بدن، بر وحدت، به دست جمعی، به جماعت، دور نباشید از جماعت میگه. بنابراین برادران عزیز، ما و شما این وحدت را، این سرجمعی را، این نعمت استقلال را باید حفظ کنیم. وحدت ملی هم به همین معناست، به معنای صلح، به معنای آشتی، به معنای همدیگر فهمی یک مردم یک کشور هست و این را باید ما حفظ کنیم و این وظیفه دینی و ایمانی من شما هست و ننگ و ناموس ملی من شما هست. و تاجیکان در تاریخ، از دوره اون تاریخی که داشتن، همیشه این را حفظ کردن.